سلام سلام. چند لحظه صبر کنیم بقیه‌ام بیان. من انقدر هیجانم بالاست، حیفم اومد لایو نگیرم، حیفم اومد صحبت نکنم. احساس کردم که بیام حرف بزنم. این حجم انرژی، این حجم هیجان فقط با حرف زدن بر من خالی میشه. یه چند ثانیه صبر کنیم بقیه‌ام بیان، بقیه‌ام جوین شن. اگر استوری رو دیدین، پست رو دیدین، حرفی دارین، سوالی دارین، بنویسین تو کامنت ها تا منم بیام از چیزایی که تجربه کردیم بهتون بگم، باهاتون صحبت کنم و همیشه هم یادتون باشه که آلووراتون رو بخوریم. سلام 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 سلام. خب اول اینکه احساساتم در کلام نمی گنجه، یعنی چیزی که الان دارم تجربهش میکنم اصلا چیزی نیست که بتونم توضیحش بدم. من قبلا بارها و بارها گلوبال رالی رو تو قاب گوشی دیدم، بارها و بارها که تایم گلوبال رالی وقتی لایو میذاشتن میشستم پای لایو، همه رو نگاه میکردم، دونه دونه حرفا رو گوش میدادم، کی چی میگه، کی چی کار کرده، کی چه جوری رسیده اینجا. هند رو خودم رفتم با هزینه خودم و توی گلوبال رالی شرکت کردم، ولی وقتی که به عنوان یه واجد شرایط اینجایی خیلی فرق داره، اصلا خیلی فرق داره. میتونی لحظه ای که همه میان به تبریک میگن، حالا ویدیو یه سری چیزا گرفتم حتما باش رو پست و اینا درست میکنم میذارم، وقتی تک تک آدمایی که میان به احترام میذارن، نمیدونم به تبریک میگن، بغلت میکنن، نمیدونم، اصلا نمیتونم توضیحش بدم. خیلی کارها میشه کرد، خیلی جاها میشه خیلی پولا در آورد، ولی حسی که میشه تجربه کرد، حس عشقی که میشه تجربه کرد، فارسیش نمیدونم دقیقاً پشنیت، اشتیاق میشه فکر کنم، فارسیم تموم شده ولی واقعا اون پشنیت، اون اشتیاقی که میشه اینجا تجربه کرد کنار آدما یه چیز دیگه است، یه حس دیگه است، خیلی متفاوته. فقط میتونم بگم ادامش بدین، چیزی که شروعش کردین رو تا تهش برین جلو. من اینجا بودن یه روزی آرزون بود، یعنی یادم روزی که ثبت نام کردم فورور رو این شکلی بودم که یعنی میشه یه روزی منم مثلا تو این برنامه ها شرکت کنم، یه دونه از اینا بندازم گردن خودم، یعنی میشه منم از اون ساکای فورور که وقتی واجد شرایط میشی به تحویل میدن، حالا فرید برده اونو تو اتاق برم حتما اونو براتون عکس میگیرم که محتواش چیه ندیدم خودم، یعنی میشه از اینا مثلا تحویل بگیرم، یعنی مثلا میشه تو این برنامه های خاصشون شرکت کنم. و امروز وقتی تک تک اینا رو داشتم تجربه میکردم این شکلی بودم که چیزی که به قلبت راه پیدا میکنه، چیزی که قلبت بهت میگه میتونی به دستش بیاری، نه ذهنت. من کاری با ذهن ندارم، ذهن همش این شکلیه که ولش کن، نمیشه، مردم چی میگه، همش داره فکر میکنه. ولی چیزی که قلبت حسش میکنه و بهت میگه که برات ممکنه، به اون حسه اعتماد کن و اون حسه رو برو جلو، برو دنبالش، برو دنبال اون حسه. ببین دستتو میگیره کجاها میبرته، ببین کجا رو بهت نشون میده. اون حس هست، اون حس اگه قرار نبود تجربهش کنی، هیچ وقت اون حسه هم شکل میگرفت تو وجودت. وقتی حسش میکنی به اون حس اعتماد کن، ول کن چیزی که اینجاست. من خیلی بازی اینجا رو خوردم
من خیلی فکر کردم، خیلی تحلیل کردم، خیلی جاها حس کردم جا موندم، خیلی جاها احساس کردم عقبم، خیلی جاها احساس کردم آدم این راه نیستم. چون این هی منو مقایسه کرد، هی به من گفت که ببین فلانی چی کار میکنه، ببین فلانی چی کار میکنه. شاید باورتون نشه روز اولی که سوار ماشین شدیم و اون خانم روبروی من نشسته بود و گفت 3 ساله که تو فوروره و امسال واجد شرایط شده، من یه لحظه اینجوری بودم که ببین گشی اون فقط تو 3 سال تونست واجد شرایط بشه و تو 5 سال تونستی این کارو بکنی. یه لحظه دوباره فکره باعث شد که حس کنم جا موندم، حس کنم کافی نیستم، حس کنم شاید اصلا آدم این مسیر نیستم. من میخوام بگم که این ترس، این تردیده ممکنه همه جا سراغت بیاد. و امروز وقتی هنامی داشت صحبت میکرد، وقتی داشت میگفت که 7 سال طول کشید اولین بار واجد شرایط بشه، وقتی داشت میگفت که اولین سالی که شروع کردم به کار کردن تو کل سال فقط 100 cc کار کردم و 3-4 سال طول کشید که تازه من رسیدم به 700 cc و من ببخشید سال هفتم، گفت سال هفتم نصف سال گذشته بود و من فقط 700 cc داشتم و همش احساس میکردم که نمیتونم، نمیشه، تیم میساختم، تیم میریخت و اینا رو روش با گریه میگفت. اگر زبانتون خوب برین لایو رو ببینین. من اون لحظه این شکلی بودم کشین برای همه همین شکلی بوده، برای همه همین شکلی بوده. من میخوام بگم برای همه همین شکلیه. وقتی برگشت گفت که من باید یاد میگرفتم چجوری وقتی یه تیم میسازم نگهش دارم، بزرگش بکنم، داشتم فکر میکردم برای هممون همین شکلی بوده. هممون بارها و بارها تیم ساختیم، ریخت، آدم ها اومدن شروع کردن رها کردن، آدم ها اومدن تنش درست کردن، چالش درست کردن، یه بخشی از آدم ها، لزوما همه تیم نه. و شاید تو اون لحظه ها به خودمون گفتیم من آدمش نیستم، من نمیتونم، اصلا شاید برای من نیست. شاید فلانی که دارم پستاشو میبینم، پیجاشو میبینم خیلی خوشحاله، همه تیمش خیلی گولمنگولی هن. ولی اونجوری نیست. و من امروز تو صحبت‌های هنامی اینو شنیدم، اینو دیدم. شاید من همیشه فکر میکردم مثلا یکی مثل هنامی خیلی چالش داره، میسازه، میره جلو، میتازونه. تو ژاپن همه فرد دارن آلوورا میخورن، ابجکشن قیمت ندارن، نمیگن گرونه، همشون دارن راحت آلوورا میخرن. ولی اینجوری نیست. توی قاب گوشی بارها و بارها حرفای هنامی رو شنیدم، حرفای آدمای دیگر رو شنیدم، ولی اینجا بودن، حسی که اینجا بودن بهت میده خیلی متفاوته. میدونم اونایی که الان تو لایو دارین، لایو منو میبینین، همتون احتمالاً بچهای فورورین. اونایی هم که بعدش این لایو منو میبینین احتمال خیلی زیاد همتون بچهای فورورین. فرق نمیکنه تو کدوم تیمین، فرق نمیکنه اصلا تیم من هستین نیستین. فورور رو ادامهش بدین، برسونین خودتون رو به این لحظه ها تو فورور، برسونین به این لحظه ها که خستگی از تنتون در بره، برسونین به این لحظه ها که آدم ها زل بزنن تو چشاتون بدون اینکه بشناسنتون، بهتون تبریک بگن، محکم بغلتون کنن، با همه قلبشون براتون آرزوی رشد کنن. اگه رکس موان گفت the power of forever is the power of love، قدرت forever قدرت عشق، واقعا هست. اینو همه ماهایی که تو این مسیریم تجربه کردیم. و زمانی تو forever قدرت میگیری، بزرگ میشی، که اون عشق رو به معنای بهتر، واقعی ترش حسش کنی، تجربهش کنی، به آدمای دیگه بتونی هدیهش بدی. عشق به داشتن سلامتی، عشق به داشتن پوست خوب، عشق به داشتن حال خوب، عشق به داشتن انرژی خوب، عشق به داشتن درآمد خوب، عشق به داشتن سفر. امروز توی سالن یکی از مدیرای اصلی رو موقعی که داشتم در واقع ساک و اینا رو تحویل میگرفتم و من گفت که فرست تایم کوالیفای، گفتم آره. بعد کلی بهم تبریک گفت و اینا. گفت پلنت برای سال بعد چیه؟ گفتم قطعا لول اپ. گفت بهت قول میدم هر سفری هم تو زندگیت بری، همون چند ثانیه که داشتیم ما حرف می‌زدیم،
بهت قول میدم هر سفری رو هم تو زندگیت بری به اندازه سفرهای فوراور بهت خوش نمیگذره، خصوصا لول اپ. هر کاری کردی امسال خودتو برسون. این همه ذوق، این همه برقی که تو چشای همه است، این همه اشتیاق، این همه عشق، این همه امید، این همه انگیزه برای اینکه خلق بکنیم، برای اینکه یه چیز بهتری خلق بکنیم، یه رد و پایی از خودمون تو زندگی بزنیم، تو زندگی خودمون، تو زندگی آدما. اول حرفامو گفتم مثلا نمیتونم حسمو با کلمات بیان بکنم، انگار کلمه کم میاره در مقابل چیزی که دارم اینجا تجربه میکنم، در مقابل چیزی که میخوام بهتون انتقال بدم. ارزششو داره، فوراور ارزششو داره براش وقت بذارین، فوراور ارزششو داره براش زمان بذارین، فوراور ارزششو داره تایمتون رو صرفش بکنین، وقفش بکنین. شما ارزششو دارین که اون چیزایی که میخواین رو دستش بیارین و شما ارزششو دارین که اون زندگی متفاوتی که میخواین رو تجربهش بکنین و شما ارزششو دارین که توی سالهای پیش رو شما اون کسی باشین که تجربیاتتون رو با بقیه شیر میکنین و همه هی بهتون مسیج میدن تو خدا استوری بیشتر بذار، تو خدا بیشتر بگو، چه خبره اونجا، و الهام بخش کلی آدم باشین. و خیلی خوشحالم. همین. اگر سوال خاصی دارید در مورد اتفاقایی که در اینجا میفته، چیزی هست بگین. من نیاز داشتم حرف بزنم برای خودم، راستش بیشتر از همه، چون نیاز داشتم در مورد این احساسات و هیجانات هم حرف بزنم، چیزی که دارم اینجا تجربهش میکنم. همین لایو گرفتم. نمیدونم حرفم مثلا به کارتون اومد یا نه، ولی به کار خودم اومد. سبک شدم، خیلی سبک شدم، خیلی حالم بهتر که الان با شماها به اشتراکش گذاشتم. خیلی خوشحالم که فوراور تو زندگیمه، محصولاتش تو زندگیمه، حالم باهاش خوبه، مکملاش، محصولات پوستیش، آدمهاش. بهترین دوستای زندگیمو تو فوراور پیدا کردم، بهترین روابطمو تو فوراور پیدا کردم. با همه قلبم دلم براشون تنگ میشه وقتی نمیبینمشون، وقتی باشون حرف میزنم خوشحالم، چه کراس لاینام، چه اسپانسرام، چه بچه های تیمم. و حرفم نمیاد اصلا نمیدونم چی باید بگم، فقط میتونم خیلی ذوق دارم، خیلی خوشحالم اینجا. وقتی یادم میاد 2017 تو جشن دبی اومدم اولین بار، یه دقیقه من این ذره گلوم خوش شد. وقتی که 2017 اولین بار تو جشن فوراور شرکت کردم، عکسشو شاید بذارم براتون. وقتی که رفتم تو گلوبال رالی خود جشن اصلی، حتما یه عکس میگیرم، دو تا عکس میذارم کنار. چیزی اولوش 16,000 نفر تو سالن بود اون موقع، تو دبی بود. من تازه ثبت نام کرده بودم فوراور رو، پا شدم رفتم اونجا که اصلا این شرکت رو ببینم، این کمپانی رو ببینم، اصلا این چیزی که میگم واقعیه، چون اصلا خیلی همه چی گنگ بود، معلوم نبود چی بی چیه. بعد روز اولی که تو جشن بودم عکس و اینا از خودم گرفتم و خیلی هیجان انگیز بود و فیلم گرفتم و خیلی شبیه یه چیزی مثل استادیوم، مثل جام جهانی، یه همچین حالتی بود. بعد آدم ها میرفتن رو استیج، من نگاهشون میکردم و یه چیزی تو قلبم بهم میگفت که جات اینجاست، اینجا اون جاییه که تو باید ادامهش بدی. یه آقای از کنار من پاشد رفت رو استیج که الان 10 نفر برتر دنیاست، آقای فیلیپ، باش عکس دارم. چیزی هولوش فکر میکنم $20,000 اون موقع بونس پاداشش بود و پارسال چیزی هولوش $600,000 بونسش بود از 2017 تا 2024 توی در واقع 7 سال. بعد از جشن که برگشتیم فکر کنم 2-3 روز گذشته بود،
من با هیجان زیادی رفتم در مورد فوراور با آدم حرف زدم. هر کی سر راه من بگو برو بابا دلت خوشه، برو بابا این کارا اینجا جواب نمیده، مردم ندارن آلوورا بکنن، مردم میان محصول آمریکایی بزنن به سرشون، مردم میان کرم آمریکایی بزنن به پوستشون. واقعا فکر کردی مردم ما تو این شرایط میان خمیر دندون آمریکایی 40,000 تومانی اون موقع قیمتش بود 40,000 تومانی بخرم؟ و انقدر این حرفا زده شد که من اون احساس توی قلبم یادم رفت و صدای توی سرم خیلی صداش بلندتر از حس قلبم شد. یادم رفت چی دیده بودم، یادم رفت چی احساس کرده بودم و فوراور رو رها کردم. چرا؟ چون هی اطرافیان به من گفتن که فوراور جواب نمیده، شام فروشی جواب نمیده، با خمیر دندون فروشی میخوای زندگی عوض شه؟ با کرم فروشی میخوای زندگی عوض شه؟ و تک تک ماهایی که این مسیر رو شروع کردیم یا هنوز شروع نکردیم با این بخش مواجه شدیم یا میشیم که آدم ها قضاوت میکنن، که آدم ها به همون میگن کار جواب نمیده، این کارا تو مملکت ما جواب نمیده، تو فرهنگ ما جواب نمیده. آره مال آمریکایی است، مال غربه. و گذشت و یه عالمه بچه های فوراور اومدن. بذارید یه دقیقه براتون این تیکر نشون بدم بعد میام صحبت ها دار بدم. اینا همه تازه رسیدن همشون الان. بعد گذشت و من فوراور رو کنار گذاشتم، رفتم سر کار، رفتم یه کار پیدا کردم توی شرکت بخش بازرگانیش داشتم کار میکردم و بعد همزمان شروع کردم به خوندن MBA که شروع کردم انگار دوباره قلقلک داده شد، دوباره اون صداها، دوباره چرا بیزینس نکنم، چرا دارم اصلا کارمندی، چرا چی کار دارم میکنم با زندگیم. و بعد اونجا آدم ها از من میپرسیدن کارت چیه؟ من هنوز ترم اول که شروع کرده بودم کار نداشتم، اصلا توی اون ارتباط محیطی که اونجا بود من تونستم کار پیدا کنم. برای اینکه به قولی هیچ نباشم، جهت خالی نبودن عریضه، الکی میگفتم که دارم با فوراور کار میکنم، در صورتی که من اصلا نه کار میکردم نه فروش داشتم نه فقط مصرف میکردم. گاهن از محصولات مامانم برمی داشتم یا از محصولاتی که قبلا خودم خریده بودم. من فوراور گذاشته بودم کنم چون واقعا فکر میکردم فوراور دیگه جواب نمیده، فوراور برای من نیست، اصلا من آدم فروش نیستم، من آدمی که بتونم به یکی بگم بیا این کارو بکن نیستم. من یک دوبار تیم ساختم ریخت ولش کن، من نمیتونم آدما رو هدایت کنم. و اینا تمام احساساتی بود که داشت، احساس نه، این فکرای تو سرم بود، احساسم رو همون روز اول تجربه کرده بودم که گفتم برم این راه توئه، ولی صدای توی سرم نمیذاشت. خلاصه که کار پیدا کردم، رفتم سر کار، بعد تاتی شروع کردم تو همون روابطم، چون گفته بودم کارم فوراوره، شروع کردم یه ذره محصولات معرفی کردن برای اینکه زشت نباشه، چون به هر حال گفته بودم کارمه. و تو همون ماها من با همینجوری یللی تللی فروختم، همینجوری الکی معرفی کردم، تقریبا درآمدم برابر حقوق یک ماه کار کردنم شد. تقریبا یعنی مثلا من که 2 تومن 250 موقع حقوق میگرفتم، چیزی هلوش 1,500 600 سود فروشم شد. و باز اونجا 2019 بود، تلنگر بود برای من چی کار داری میکنی با زندگیت، آیا نشانه ها را نمیبینی؟ و اونجا بود که تصمیم گرفتم یه فرصت دوباره به خودم بدم. چقدر قدردان اون آدماییم که تو اون ماه از من خرید کردن، که اگر اون ماه اونا از من خرید نمی کردن هیچ کدوم اینا اتفاق نمی افتاد، که اگر اونا از من خرید نمی کردن، که اگر من سر کار نمی رفتم، که اگر اون درآمد در نمی اومد، هیچ وقت این سیلی رو نمی خوردم که چی کار داری میکنی با زندگیت. من رفتم یه دوره فروش برداشتم
رفتم کلاس و توی اون دوره فروش بیشترین میزان فروش زندگیم رو انجام دادم توی اون در واقع 2 ساله که تو فورور بودم. چون بعد یه چیزی رو میفروختیم و تمرین میکردیم. فروش 20 خورده میلیون تومان فروختم و خیلی زیاد بود اون موقع. تقریبا 5-6 سال پیش خیلی مبلغ زیادی بود برای من مخصوصا. و شروع کردم دوباره. شروع کردم. بعد آدمایی رو دیدم که تو فورور موفقن، آدمایی رو دیدم که سفرها رو رفتن، آدمایی رو دیدم که چیزی که امروز من دارم تجربه میکنم و تجربه کردن اون موقع. و اینجوری بودم که آدمای همجنس خودتو پیدا کن گشین. اینجوری بودم که راه تو هست اگر به چیزی که داری حس میکنی اعتماد کنی. من دوباره از اول فورور رو شروع کردم و تقریبا الان 5 ساله و بر همین همیشه میگم من 5 سال و نیم تو فورورم. چفتم میگم 8 ساله. من 8 سال فورور رو میشناسم ولی 5 سال و نیمه که تو فورور دارم کار میکنم و خوشحالم که این فرصت بود زندگی خودم، زندگی آدما رو عوض کنم. با نفر اول فورور که داشتم حرف میزدم گفت تو تیم کی هستی؟ بعد داشتم عکسایی که آقای بابایان گذاشته بود و نشونش میدم. گفت اینو میشناسم و فلان و اینا. بعد رسید به عکس مامانم، گفت این مامانم کار میکنه. یهو با هیجان اینجوری شوهرش رو صدا کرد، یک بچهای تیمش رو صدا کرد، گفت بیاین. بعد عکس مامانم نشون، گفت مامانشه، با مامانش داره کار میکنه. مامانش هم واژه گفت ورشی برام که تفی ریجکت شده ویزاش رو و همین الان اینجا نیست. بعد اصلا انقدر براش هیجان انگیز بود که مثلا مامانم با هم کار میکنه، مامانم واجد شرایط سفر بوده، حالا درسته نتونست باشه به خاطر ریجکت شدن ویزاش، ولی داشتم فکر میکردم که من اگه یه کار دیگه میکردم هیچ کدوم اینا رو تجربه نمیکردم. من اگر توی بیزینس دیگه یا توی کار دیگه یا توی شغل دیگه بودم، یه آدم ژاپنی که منو نمیشناسه برای من و مامانم ذوق نمیکرد. ماها نمیدونیم چقدر توانمندیم، ما هیچ کدوممون نمیدونیم چقدر لایقیم، از پس چه چیزایی برمیاد. خیلی هاتون شاید الان منو میبینین، گشین امروز رو میبینین، بعد ممکنه یه جاهایی با خودتون مقایسه کنین. کاری که من وقتی هنامی کی رو میبینم با خودم میکنم، تو خدا نکنین این کارا رو. من هنامی سالهای اول رو ندیدم، من هنامی امروز رو دارم میبینم. شما من روزهای اول ندیدین، شما الان منو دارین میبینین. شما ندیدین روزهایی که من گریه کردم برای اینکه احساس کردم آدم این راه نیستم. شما ندیدین روزهایی که 1000 بار به خودم گفتم که پسش بر نمیای، نمیتونی. شما ندیدین شبایی که دوست آشنا تلاش میکرد منو پشیمون کنه از این کار، چون فکر میکردن من لیاقتم بیشتر از ایناست، چون فورور رو نمیشناختن و خیلی طبیعی بود کارایی که کردن. آدم ها وقتی یه چیزی رو نمیشناسن بهش بی‌اعتمادن و فکر میکنم باید از عزیزانشون نسبت به اون چیز مراقبت کنن. من یه شب یکی از بستگان نزدیکم که خیلی هم برام عزیزه، خیلی هم دوستش دارم، تا نزدیک ساعت 4 صبح با من حرف زد که من رو از ادامه دادن فورور پشیمون کنه و تونست. در همین من فورور رو گذاشتم کنار، در همین من فورور رو بوسیدم گذاشتم کنار، چون این گوشا رو درش باز گذاشتم که هر کی هرچی دلش میخواد بهم بگه. اعتماد کنین به هر چیزی که دارین تجربه میکنین. من
دیروز وقتی که اون خانم آقا سوار ماشین شدن و بهم گفتن که 3 ساله فقط بیزنسشون رو شروع کردن و واجد شرایط شدن، یه لحظه واقعا این شکلی بودم که بیا همه باید قبل تو میرسیدن اینجا، حالا امروز باید اینی که میبینی رو قبل تو رسیدی. کلی این حرفای چرت و پرت جفنگی که آدم به خودش میزنه. و امروز وقتی داشتم با هانامی صحبت میکردم 20 دقیقه برام وقت گذاشت. اصلا خیلی حس عجیبی بود. 20 دقیقه من با خود هانامی تنها نشستم صحبت کردم و واقعا من وقت گذاشت. تک سوالام جواب داد. به تک سوالام جواب داد و خیلی 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 ازش ممنونم. واقعا ازش یاد گرفتم این رو. آدمی که نمیشناسی رو همینجوری با عشق براش وقت بذاری، به شرط اینکه ببینی واقعا میخواد، جدیه و خیلی چیزهای دیگه. بعد یادم رفت چی داشتم گفتم. مغزم رفت این بچه هی اومد و رفت جلو چشام. و امروز به یکی از دوستان داشتم میگفتم، بهش مسیج دادم، گفتم که الان فکرم تو لایوه، گفتم حسنا باید امروز این اتفاق میافتاد. اگر 2 سال پیش بود، اگر 3 سال پیش بود، آنچه که امروز برداشت کردم رو برداشت نمی‌کردم. و یک بار دیگه برای خود من این یادآوری پیش اومد که اعتماد کنم به نظم جهان هستی، اعتماد کنم به هر چیزی که داره اتفاق میفته، اعتماد کنم به لحظه های سخت، اعتماد کنم به لحظه های خوب، اعتماد کنم به این که هر چیزی تو بهترین زمان خودشه، حتی اگر من فکر میکنم نیست، حتی اگر من فکر میکنم الان نباید این اتفاق میافتاد، ولی اتفاق دیگه ای میافتاد. خیلیاتون نمیدونین من روز 1 روز قبل سفر یه تصادف خیلی بد داشتم و زدم به یه بچه. خدا رو شکر حالش بهتره، الان تو بیمارستانه، دادگاه داشتیم این ور اون ور، یعنی فقط خدا میدونه. اصلا نمیدونم چجوری جور شد من الان این سفر رو اومدم، نمیدونم چجوری همه اینا اتفاق افتاد، چرا باید اینا اصلا اتفاق میافتاد. ولی حتی تو اون لحظه‌ای که تمام تن و بدنم میلرزید تو بیمارستان و اصلا نمیدونستم این بچه زنده میمونه یا نه، فقط اون لحظه داشتم گفتم که هر اتفاقی میفته اعتماد کن. اعتماد کردن تو لحظه‌های سختم خیلی مهمه. تو این 2 روز همش دارم فکر میکنم چرا باید اون اتفاق میافتاد و نه برای اینکه چرا واقعا نه پرسشگریم الان این شکلی نیست، دنبال خیرشم. چه اتفاقی برای من یا برای اون خانواده قرار بوده در پس این تصادف اتفاق بیفته، یا برای اون بچه شاید قرار رد پای تو زندگی هم بذاریم، اثری تو زندگی هم بذاریم، نمیدونم. ولی اینو میدونم که وقتی که قرار باشه اتفاقی بیفته میفته. من اون روز باید اون مسیری که توی برنامه‌م نبود، قرار نبود برم و میرفتم، باید اون تصادف اتفاق میافتاد، باید با همه اون اتفاق میافتاد، به قید وثیقه آزاد بشم، دادگاه داشته باشم، همه اینا باید اتفاق میافتاد و بعد برسم به این سفر، بیام اینا رو بشنوم، بیام این حرفا رو بشنوم. جالب‌ترین قسمتش اینه که تو اربیل موقعی که بلیط‌ها رو به ما دادن و ما بلیط پرواز ترکیه یعنی استانبول به پاریس رو ندادن. میگم چرا؟ بلیط پوله. یعنی چی ما بلیط داریم؟ گفت نمیدونم، هر وقت رسیدین استانبول اگه قابل حل بشه بریم اونجا حلش کنیم. و تمام مسیر من این وحشت رو هم داشتم که یعنی ممکنه نرسم به این سفر و بعد الان اینجام.
اگر این قسمت رو هم تعریف کردم خواستم بدون اینکه همه چیز توی زندگی آدم ها گل و بلبل نیست، قشنگی نیست. آدم ها فقط قشنگی ها و گل و بلبلی هاشون رو میان با شما شیر میکنم. من اون لحظاتی که اون چند ساعت که تو بیمارستان جونم داشت بالا می اومد به خاطر اون بچه و اصلا نمیدونستم چه اتفاقی قراره براش بیفته، اینو نمیدونم با شما شیر کنم. و تو اون شرایط آدم پیام دارن از اون سوال مسئولی میپرسیدن، نمیدونم سوال کاری میپرسن و بعد جواب اونا رو میدادم چون در قبالشون مسئولم. و بعد میام میرسم اینجا و یکی از سخنرانا برمیگرده میگه که همه ماها لحظات خوب و لحظات خیلی سختی رو داشتیم و اینکه چی انتخاب میکنیم که در مقابل اون تجربیات و اون لحظه ها چه اقدامی انجام بدیم، چه کاری بکنیم، تفاوت ها رو طی زمان خلق میکنه. قدردان همه یه چیزایی هم که دارم تجربه میکنم، حتی اون لحظه هایی که تمام استخونام از وحشت داشت میلرزید. و خوشحالم که توی دنیای امروز فرصتی هست که اینا رو با شما هم شیر کنم، فرصتی هست که با شما هم در میون بذارم و بگم که تنها نیستید. توی تک تک تجربیاتتون آدم های دیگه هم شبیه شما. مرسی که تو لایوم بودین، مرسی که همراه بودین، مرسی که به حرفام گوش دادین. خیلی احتیاج داشتم حرف بزنم، خیلی لازم داشتم بیام چیزایی که تجربه کردم رو بگم و با همه قلبم آرزو میکنم تک به تکتون، چه اگر تو فورور هستید چه نیستید، اگر آرزوهای متفاوت‌تری دارید، اصلا راه متفاوتی دارید، به چیزایی که قلبتون حسش میکنه برسید، به صدای قلبتون گوش بدید، چیزایی که بهتون میگه رو لمسش بکنید، تجربهش بکنید. و همین، مرسی از کامنت های قشنگتون، مرسی از آرزوهای خوبتون، مرسی.